توی فصل دوم قسمت سوم سریال بتر کال سال یه اتفاق خیلی جالبی میفته. این وکیل باید بیاد به پیرمرد و پیرزن توضیح بده که تو این سکانس که آقا شما اومدی یه خانه سالمندان که قرارداد بستی و اینجا دارن ازت نگهداری میکنن رو باید ازش شکایت بکنی، به خاطر اینکه یک غرامتی حق توه. اون غرامت دلیلش اینه که بنا به این ماده قانونی، این ماده قانونی، این ماده قانونی، اینها پول بیشتری از تو گرفتن و اگه بخوایم حساب کتاب ها رو بررسی بکنیم میبینیم یه سری اقلام از یه سری تامین کننده ها اومده که نامشخصه و تعرفه بیشتری و خلاصه چیز حیف. اما به جاش هوشمندانه این سال میاد زانو میزنه تو اتوبوس به پیرزنه یه داستان خیلی باحالو میگه و تمام این پروسه قانونی رو بهش میگه که چطوره. میگه فرض کن که با دوست پسرت رفتی رستوران، بعد حالا میخندونتش، حس خوب توش ایجاد میکنه، میگه من دوست پسر ندارم. میگه فرض کن با برادرزادت رفتی رستوران و یه سالاد سزار مثلا خوردید. وقتی که میرید حساب کنید صورت حساب رستورانو میبینی که مبلغش بالاست، شک میکنی، با صاحب رستوران صحبت میکنی، میگه آقا این مبلغ بالا به خاطر چیه؟ به من بگید لطفاً چقدر هزینه سینه مرغ بوده، چقدر کاهوفه. بعد میبینی بابت نون توسته 300,000 تومان که ما خورد کردیم تو سال. اونجا میگه پس شما اومدی یه چاخانی کردی راجع به قیمتا و یه نون توستی که اصلا اهمیت نداره با چنین مبلغی باشه رو تو پاچه من کرد. و خیلی ساده با همین داستان به کلی پیرمرد پیرزن که شاید 24 نفرن توضیح میده که شما توی این خانه سالمندان مورد سوء استفاده قرار گرفتید و پولی که داره از شما گرفته میشه در مورد یه سری اقلام تو شیطنت اتفاق افتاد. خیلی ساده سعی کردم بهتون بگم و تقریبا موضوع کل این ویدیو همینه، یعنی چیز دیگه پیچیده‌ای نداره. از قدیم شنیدیم چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. حالا این مشکل توی پیجامون و محتوامون چطور اتفاق افتاده و چطور باید تو رسانه‌مون این مشکل رو حل کنیم؟ رسانیه بهترتر، رسانیه بهترتر. درود بر شما، به نام خلاق‌ترین جهان هستی سید صابری رسایی هستم، همون صابروی خودتون. من مطمئنم مخاطبای آگاه خیلی زیادی منو دنبال میکنن و این لطف خداست و همتون یه مشکل اساسی دارید، خیلی گاهی پیچیده صحبت میکنید. یعنی خود منم پیچیده صحبت میکنم ولی خیلی تمرین کردم که بتونم ساده تر صحبت بکنم. دلیلش اینه که شما 10 سال 5 سال 30 سال از عمرتون رو توی یه شاخه‌ای میذاری. مثلا یه نفر رفته وکالت رو تا تهش درآورده، یکی دانشمنده، یکی نویسنده است، یکی ادیبه یا حالا هر چیز دیگه. وقتی میخواید صحبت بکنید شروع میکنید به شیوهی صحبت کردن که اولا خودتون جلوی خودتون زیر سوال نرید و همچنین اساتیدتون یا همکارانتون یا آدمای رده بالای اون حوزه بگن آها داره حرفه‌ای صحبت میکنه. اما این وسط چه اتفاق بدی میفته؟ شما مخاطب رو اصلا از دست میدی. مردم یا همون چیزی که ما میگیم حالا مخاطب عام ما حق داره که به اون میزانی که ما عمیق شدیم تو اون حوزه عمیق نباشه و ما باید یاد بگیریم وقتی که یه رسانه عمومی داریم توی اینستاگرام، یوتیوب یا هر جای دیگه یاد بگیریم ساده صحبت کردن رو، یاد بگیریم محتواهایی که بتونه پیچیده ترین مفاهیم رو هم به شکلی ساده انتقال بده و این یه مهارته که هر چقدر بیشتر روش کار بکنید توش پخته تر میشید. میخوام چند تا مثال رو براتون بزنم. دیدید که یه دوست عزیزی از همین کل لبه‌دارا میپوشه، میاد اصلا کار با خروجی و تاثیرگذاری نداره، میاد توضیح میده، مثلا میگه که این انجیل، مثلا این انجیل میریزم توی لیوان، اینم قرآنه، اینم میریزیم توی لیوان، اینم مثلا تورات، اینم میریزیم توی لیوان، اینم یونگ میریزیم توی لیوان، خروجیش حالا چی میشه؟ یک کاغذ میشه. کاغذ خروجی از لیوان کاغذ در اومده، مثلا قدردان باش مثلا همین. حالا تو اگه بخوای اینو توضیح بدی که بر اساس نمیدونم نورون ساینس مغزهایی که با سپاسگزاری در طول روز کار میکنه مثلا اون مسیرهای عصبیشون تنش کمتری داره، بدن ریلکس تره، میزان اکسیتوسین و چیچیچوسین و همه این چیزها رو در نظر بگیری، فلان تاثیر سپاسگزاری این اصلا نمیفهم. بعد بری تمام متن قرآن رو در بیاری که راجع به مثلا سپاسگزاری، بعد تو انجیل، بعد تورات، بعد تو تاریخ و بعد ببینی دانشمندا، نمیشه دیگه. یه جاهایی این کارها کمک میکنه که ما بتونیم حرفمون رو بزنیم و به همون میزان اندکی که تو سوشال مدیا فرصت داریم بتونیم انتقال بدیم مفهومی که مد نظرمونه. حالا یه چند تا مثال خوب براتون میزنم. تو حوزه هایی که مرتبط با دانشه، یعنی شما به عنوان دانشمند میخواید صحبت بکنید یا پژوهشگرید یا حالا خبره هستید، خیلی مهمه که بتونید ارتباط بدید به مثال هایی که در طول روزمره مشابهش تو زندگی مخاطباتون هست. مثلا مخاطب شاید پروسه
اسنپ گرفتن رو، تاکسی گرفتن رو کاملا بفهمه. پس اگه تو میخوای یه مثالی بزنی که فلان چیز از فلان قسمت بدن تا فلان قسمت بدن کار میکنه، بگو فرض کن تو اسنپ گرفتی، اسنپ دیر میاد، وقتی هم به مقصد میرسی دیگه دیر شده، میرسی کارت نصف نیمه انجام میشه. مثلا این به خاطر اون تاثیر آنزیما یا حالا هر چیزی که دارم شانسی اینجا میگم. یا به عنوان مثال تو اگه یک وکیل هستی، همین کاری که سال توی این اپیزودی که مثال زدم براتون انجام داد، شما باید چیکار بکنید؟ بیاید در دل یک داستان اون ماده و ماده 1 و ماده 2 نمیدونم این حق‌ها شامل تو میشه، این دادخواهی مثلا به تو تعلق میگیره و اینا رو باید بچپونی توی همون داستان. یه مورد دیگه شاید بگی من قدرت داستان سرایی ندارم، یعنی نمیتونم، من خیلی کیس زیاد دارم و اینا ولی نمیتونم مثل سالی داستان بسازم. شما باید بیای از دل همون واقعیتی که تجربیاتت با همون ارباب رجوعات داستان‌ها رو نقل بکنی. یعنی بگی ما یه موردی بود که 2 تا داداش یه زمین داشتن و زمینه مشکل سندی داشت، اینا هم پول لازم بودن، میخواستن سریع بفروشنش، هیچ کسی اعتماد نمیکرد که مثلا این اتفاق بیفته. حالا شما اگه بخوای اینو خیلی قانونی توضیح بدی، باید کلی تبصره و فلان و کجاها گیر بود و اینا بدی، اما یه راه خیلی ساده با یه مثال از دل همون کیسایی که بهش برخوردیم. یه چیزی که خیلی بهتون کمک میکنه استفاده کردن از نمودارها و تصاویر ساده سازی شده است و تجربه ثابت کرده مخاطب وقتی که شما رو داره در یه بخشی از تصویر میبینه و یه بخش دیگه یه نمودار رو میبینه که بتونه یه لحظه ذهنش رو درگیر بکنه که اصلا کلیات از کجا به کجا داره میرسه، باز توی ساده سازی خیلی کمک میکنه. مورد بعدیش همون کاریه که این دوست عزیزمون انجام میده، استفاده کردن از اشیاء. یعنی همین که تو یه ساعت رو بگیری تو دستت بگی من ساعت رو برگردونم جلو مثلا فلان بشه و بعد بیای اون صحبت تو انجام بدی با یه مثال ساده که اشیاء رو نشون دادی، مطمئن باش که مخاطب عام با ارتباط برقرار میکنه. یه جمله هم که دیگه شورش رو درآوردن که میگن مثال زدن یکی از راههای آموزش دادن نیست، مثال زدن تنها راه آموزش دادنه. حالا این نقل قول رو به انیشتین اگه اشتباه نکنم نسبتش میدن، نمیدونم درسته یا نه، ولی واقعا اصلا بدون مثال ما نمیتونیم در نهایت چیزی رو بفهمونیم واقعا به یک نفر. چرا؟ چون مثال ها یه حالت مینی داستانی هستن و تقریبا توی هر گفتگویی که ما آدما با هم دیگه داریم، هر چیزی که فرم داستانی نداشته باشه به سرعت فراموش میشه، یعنی بعد از 1 روز یا 2 روز. اما هر چیزی که کوچیکترین المان‌های داستان رو داره به خاطر سپرده میشه. و واقعا میگم دوست داشتم یکی از همین سگان ویدیوهای جدید دوباره بهترتر راجع به آموزش داستان سرایی بذارم. گفتم چون هی زیاد راجع به داستان صحبت کردیم الان میگید بابا کشتیم ما رو. اوکی داستان سرایی مهمه، ولی میخوام انقدر تاکید بکنم روی این نکته که مهمترین چیزی که بشر داره داستانه. رو هر چقدر راجع به اهمیت این داستانه بگم کمه، به خاطر اینکه هر چقدر داریم جلوتر میریم این واضح‌تر میشه دیگه. هوش مصنوعی پیشرفت میکنه، اوکی همه میتونن ابزارهای ساخت انیمیشن رو داشته باشن، همه به وایس اوورها دسترسی دارن که بتونیم یه صدا رو روی ویدیو با هر لهجه و زبانی که تو دنیا میخوایم بذاریم و همه چیز برای ما فراهمه. باز در تمام این مسابقه 2 ماراتونی که هست برای محتوا ساختن، همیشه اونی جلوتره و برنده است که تونسته داستان عالی رو خلق بکنه. ما الان با دوست عزیزم که میشینیم مثلا فیلم‌های جدید رو میبینیم یا فیلم‌های قدیمی رو میبینیم، واقعا تنها چیزی که تمایز فیلماست در نهایت داستانشونه، یعنی قدرت داستان سرایی است و جلوه های ویژه و اون همه هزینه های میلیون دلاری نهایتا بعد از 1-2 سال از دست میره و اصلا چیزی ازش نمیمونه توی ذهن مخاطب، مگر اینکه اون فیلم با یه داستان قوی بتونه زحمات اون تیم حالا جلوه ویژوالم حلال بکنه. پس اینقدر دربند چیز نباشید، امکانات و تکنولوژی و اینکه مثلا چون که این چیزو ندارم، چون که الان به عنوان مثال میذارم، حالا من دکور گرون قیمتی ندارم، ولی اگه نتونم صحبت بکنم، اگه ندونم از نقطه A تا C چطور به هم دیگه میرسه، اصلا فایده‌ای نداره ویدیو ساختن من. پس تمام چیزی که ازتون میخوام واقعا اگه میخواید به رسانه و محتوا نگاه جدی داشته باشید، شروع بکنید به آموزش‌های داستان سرایی خوندن، قصه گفتن چجوریه، قصه ها چه شکلی دارن، ساختار رایجشون چیه، حتی نمایشنامه‌نویسی تئاتر و چیزای مختلف. بهتون قول میدم توی یکی از ویدیوهای آینده یکی از انتشارات خوب کشورمونم بهتون معرفی بکنم که به نظرم کتابای آموزش داستان سرایی و داستان نویسی خوبی رو منتشر کرده. حالا مزیتش هم از نظر من اینه که یه جوری خودش بهتون رودمپ داده، گفته این کتاب اوله، این کتاب دومه، حالا کتاب سوم تزریق خلاقیت و یه کتاب برای مرور مثلا آثار نویسندگانه. به عنوان نکته پایانی
پایانی باز میخوام بگم که همیشه مخاطبتون رو در نظر بگیرید که اون عزیز دل به اندازه شما تو اون چیز متخصص نیست و اگه یه چیز به نظر شما حتی توضیحش خیلی ساده و احمقانه به نظر میرسه و اونو از کل لیست تقویم محتواییتون تو پیج خارج کردید، دوباره برش گردونید. یه نفر هست که واقعا میگه که خب الان 100% مخاطب من میدونه دیگه کربوهیدرات یعنی چی، ولی واقعا شاید کربوهیدرات رو نمیدونه و دقیقاً هم مخاطب تو باشه توی یک موعد زمانی که باید از زبان تو بشنوه اصلا کربوهیدرات یعنی چی. حالا مثالا رو آوردم تو حوزه تغذیه‌شون، ذهنم الان این سمتی بود تو مثالای امشب، ولی کلیات اینجوریه که هیچ رقمه خودت رو معیاری قرار نده که چه چیزی اهمیت داره، چه چیزی عمیقه و چه چیزی سطحی. همیشه مخاطبت رو در نظر بگیری و ساده ترین ابزار ریپلای و کوئسچن باکسه و یه رصد کلی توی گوگل ترند میتونه بهت نشون بده که چقدر مردم دانششون در مورد اون چیزی که تو توش تلاش کردی و متخصص شدی کمه. شکر، قلبت شاد. کامنت هم هر موردی هست من در خدمتم.